السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این حال ما در مسجد جنها قرار داریم، طرف دست چپ جلوی مسجد جنها که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا ملاقات کرده بود. المهم که بسیار برادرها یعنی سراغ میکردن که با کجا مراجعت کنیم برای حج عمره رفتن. سنتر عمره در خدمت شما، های رقم ها در روی اکران در اپیسن پول نیش یا که در این پرای ویدیو میمونم چی استویه داره و چی نرخ ها هستن. برای پر معلومات گرفتن رقم ها در روی اکران میتونین که زنگ بزنین با واسطه واتساپ یا اینکه پراموی در مسکو و همچنین ادرس هاشون هست در مسکو، میتونین که زنگ بزنین. خب یک مسئله این مسئله که بسیاری ها درباره برادر مشاباز یعنی سراغ میکنن، بسیار میپرسن. بعضیاش میگن ما مخلصاشم در جو نمیشه که مرا پراموی زنگ میزنن. پراموی بسیاری زنگ میزنن، در واتساپ گپ زدن نمیشه و در اینجا تو VPN گیران نکنیم. VPN گیران کردید بسیار پروگرام‌ها توپید میکنن، کار نمیکنن. از همون خاطر VPN ما گیران نمیکنیم. بعضی با واسطه تلگرام زنگ زدن میتونن. مقصد و مرام چیه که بسیاری کامنتاری بدبختانه مینویسن، اقراد مینویسن دشنام. الحمدلله یک انسان که هدایت یافت نور علی نور، یعنی یا که مرد باشین یا در خدمت مرد، یعنی میتونین کمک کرده کمک کنین، نتونین دعای خیر کنین، نتونین دعای خیر کرده اقلا اقراد دشنام نکنین. دشنام اقرات های شما برای او انسان نمیروه، بلکه به خود شما بر میگرده همون اقراتتون. با همون خاطر بتونین دست به دعا کنیم و پروردگارا همه ما را به اونجا مکان مقدس یعنی نصیب بگردون. الله سبحانه و تعالی او را نصیب بگردان، شما را نصیب بگردانه. و همون خاطر از رحمت خداوند امید نشین، در حقشون دعا کنین. الله سبحانه و تعالی میفرماید که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند امید نشین. ان الله یغفر الذنوب جميعا، پروردگار همه گناهاش باشه، چی کرده او گناه داشته باشه، چی ما داشته باشیم، چی شما داشته باشه، انسان به خطا نمیشه و به گناه نمیشه. همه ما خطاگر هستیم. بهترین ما همونایی که برای خطاگی خودشون توبه میکنن، از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت میکنن. و هم خاطر خداوند هر یک کدیم ما شما را عفو و مغفرت کنه، گناهامون و توفیق بندگی عطا بفرمایه و برای راست هدایت میکنه و اینجا مکان مقدس برای هر یک کدیم ما شما نصیب بگردانه. بقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.